دو تا رفیق تو ماشین بودن که تصادف میکنن. یکیشون میره تو کما، اون یکی خوششانس بوده و زنده میمونه، ولی خب قلبش ایراد پیدا میکنه. بعد از 2 ماه خواستن دستگاه رو از اون پسره که رفته بود تو کما جدا کنن تا بمیره. آخه هزینه‌اش خیلی بالا بود، ولی رفیق پسره اجازه نمیده. گفت اگه مشکل پوله، من کل هزینه‌هاشو گردن میگیرم. خلاصه هزینه‌های پسره میافته گردن بهترین رفیقش. نزدیک 7 سال تمام پسره تو کما بود. بعد از 7 سال به خواست خدا به هوش میاد، میبینه همه دورشن الا رفیقش. عصبی میشه، میره تا ازش خبر بگیره. میره میبینه اعلامیه رفیقشو زدن دم خونه‌شون. مادرش هم گریه کنان میاد پیش پسره و همه چیزو بهش میگه. گفت 7 سال تمام کل فکر و ذکر پسر من با اینکه خودش مشکل قلبی داشت فقط تو بودی. اون واسه تو همه کار کرد، ولی تاش خودش زودتر از تو مرد. پسر اشک از چشاش سرازیر میشه. آخه به رفاقتش با اون پسر دیگه شک کرده بود. میگم رفیق، اگه شنیدی تو دنیا 100 نفر دوست دارن، بدون اولیش منم. اگه شنیدی تو دنیا 10 نفر دوست دارن، بدون اولیش منم. اگه شنیدی تو دنیا فقط 1 نفر دوست داره، بدون اون منم. اگه شنیدی تو دنیا هیچ کس دوست نداره، بدون من مردم. اینم بفرست واسه همون کسی که خیلی بیشتر از خودت دوستش داری. مخلص همیشگیتون، آرکانم.